بریم دو دریاچه. خب آقا تا اونجایی که بنده میدونم این یکی دریاچه، این مپ دو دریاچه بهتره. دلایلی که نمیدونم، دلایلش تجربیه بیشتر. خودم یه بار اینطوری بود برنده شدم، سر همین میگم که بهتره. اوکی بریم بخوریم. بیایید نزدیک باتای خوشگل مشکل. اونجا هم یه آقای انسانی هست، باید بریم اونم بخوریم و میخورمش. آجی اسکل به نظر میرسه، همون که اما اول گرفت خودشو کرد یکا، نشونه احمقیتش. حالا خواهیم دید چه میشه. بات هم نیومده دورو برش، فقط بزرگ شه، فعلا مجبوره که بیابان را بگیره. خب بذار اینو بخورم بذاره. گفتم احمقه، دیدی درست بود حدسم. خودش هم صفر کرد احمق. بمیر دیگه، اینو چه نمیتونم بگیرم؟ 8 تا دونه است داره. خب این یارو دلغک مرد. من باید خیلی سعی کنم که اینجا رو کلا در اختیار خود در بیاورم. دیوس میخواد محدودم کنه، یعنی زنش حاضر بذاره وسط ولی منو محدود کنه. سید آقا لاریجانی هم دوست میشیم فعلا. خوبه پولش برام من شد. از این ور خودم یه جور سوسکی رسوندم به اون ور که بزرگ شم. فعلا پول داریم، سری ناو اولو ما بسازیم. اوکی پول اومد. اولین ناو. ببین البته این بسازم با هم دوستیم دیگه، به ضرر ما نمیشه. عیبی ندارد. محدود شدیم متاسفانه. منتظرم که سری پولم بشه 500 تا. دومین ناوم هم بسازم. دومی هم میسازیم هر چه سریعتر. اوکی. اوه دهنتون سرویس، شما چرا بات دارید هنوز؟ خب یه خانه هم میسازم. دیگه با کسی دوست نمیشم آجی، چون تنگه در اختیار بنده است و سودش برای ما. ای با دیگران دشمن باشیم میآید برای ما سودش. خب اینجا هم که نشد کلا بگیریم. گفتوش یه ناو دیگه هم میسازم الان. این مرکی آجی یارو ضعیف، بریزم توش این لنگرشو بگیرم. دیوس هم دارن ناو میسازن. ماله خب خوبه، من این آقای نرمو میگیرم. خوبه اینا ناواشون زدم و پاره کرد. به تفرقه بیانداز حکومت کن. خیلی هم عالی. از اینجا سوسکی ما بزرگ میشیم آجی. از اینجا خیلی سوسکی بزرگ میشیم. یه ناو دیگه هم میفرستیم. عالی، فعلا همه چی اوکیه، تحت کنترل. اونجا هم بنده یک ناوی بفرستم. آره دوباره اینو ناواشون با هم درگیر شدن، جفتشون هم میمیرن ان شاء الله. این خونه‌هاش برای من بشه آجی. به خونه طرف برای من شد. الان یارو فشار میخوره. این حمالم که ریخت ما باج نمیدم عزیزم. یه ناو دیگه هم میفرستم. زمینی کمی ضعیفیم ولی اب نداره، این تنگه جبران میکنه همش. یه بریم تو کار خونه ساختن فعلا. این دوتا هم دلغکا دیگه با هم دوست شد. طرف با هر چی آدم است تو کره زمین دوسته. این چی؟ این باز کمتر. منم کمتر. من کلا با 3 نفر دوستم که یکیش الان تمام میشه. دلغکا هر کیو دیدن باهاش دوست شدم. این آدم خوابی داجی. از این ور یه سوسکی بریزیم توش. ناو دیگه هم بفرستم. یه لنگرگاه دیگه هم بسازم. یه ذره مرزامونو با این دلغکا محکم کنیم، چون دیگه دوستیمون داره تمام میشه. بنده قرار نیست دیگه تمدیدش کنم. ما میتونیم با اون دیگه ول کنیم دشمنیو. فعلا بریزیم تو لاریجانی. با لاریجانی 20 ثانیه دیگه پس میریزیم تو پویا. فعلا پویا بنده خدا ضعیفه. حمالو دیدی گفتم میخواد بریزتون؟ گفتم یا نگفتم؟ یه حمال میخواد بریزتون. زره خونه میسازیم. پویا رو خوردن کلا. اینم خوابید؟ نه یعنی بیداره. حمالنو بیداره. یه ناو دیگه میفرستم که ناو دیگه ناو داداش از ذهنت کلا بیرون کن. کلا یه لنگرگاه دیگه برای اینکه ناوامون جوم بگیرن. جوم حمالو یه ذره بریزم توش. این که فعلا زورش به ما نمیرسه. بریزم تو این یارو. یه خونه دیگه. این کیه حاجی؟ ساجی کیه این ور بغل من؟ چقدر بزرگه حمال حاجی. اینو ول کن. یه دفعه بریزم تو همین دیگه. یه دفعه بریزم تو همین. این رستمینم دوست بشم. خیلی هم نباید بلند پروازی کنیم. خب بذار مرزمو با اون یارو هم محکم کنم، ده خیالم راحت بشه. یک خانه دیگه بذار اینو بخوریمش دیگه. تمام شد. رو دیگه خیلی ضعیف شد دیگه. این داره تقاس اون دست درازیشو پس میده دیگه، نه چیز دیگه. ایجا نیروام زیاد نمیشه توفوش. یه ناو دیگه اینجا. اینورم چیزمی زیاد میره. از اینور سوسکی میاد میره تو اینور. از بالا هم ببندیم آجی. شمشیر رو از دو طرف ببندیم روش آجی. دور و بریامون به طور ترسناکی قوی ان. خب بذار بریزم دوباره تو این که یه مقاومت کرد ولی دیگه ضعیف شد. یارو که خوردیم بعد حواسمون خیلی باشه دیگران نه ما رو بخورن. سری با این یارو دیوار دفاع بسازم، حمله نکنه یه دفعه وحشی. تقریبا با همه بسازیم. این یارو هم میرم بخورم. اینوری نساختم چیزی. اوکی فعلا شرایط اوکیه. یه ناو دیگه اینجا. این یکی ناوم کمک کنه. خوب داریم پول در میاریم، جای نگرانی نیست. ولی این یارو قویه. این یارو هم قوی. همه قوی ترن که توف تو این زندگی. بذار سری بریزم تو این یارو. تو پولش برامش خوبه. پولش برام شد. خدا رو شکر. بریم فقط تو کار آجی خونه ساختن. فقط بریم تو کار خونه ساختن. این یارو خیلی داره خوب پول در میاره. دیوس چه خبرته؟ سید شل ریلکس. این یارو میتونه هدف بعدیمون باشه. ولی خب این یارو چقدر ضعیف. البته ضعیف نشده ولی بازم خیلی ضعیفه. بذار بریزم توش. نسبت به هیکلی که داره خیلی ضعیفه. برای خونمونهاشو بگیرم. 16 کی شد کلا. برگام 3 تا خونه‌ش هم بگیرم عالیه. اوکی بزنم درک که از اون بر اومد. اونم خیلی قویه. دیوس خب اون یارو که تبدیل به گوز شد فعلا. با این یارو هم نمیدونم دوستشم یا نه. فعلا دوست نمیشم. خب بذار ذره مرزمو محکم کنم فعلا. خب فعلا پول داریم. ولی خب باید حواسم به اینم باشه. دلغکم داره در خفا قوی میشه. از این یارو بالایمون ترس دارم.
فقط، ولی باز من از همه قوی ترم به لطف خانه‌های بسیاری که ساختیم. این برای کیه؟ بدبخت که خوابه بگیریمش. خانه‌های زیادی داریم خوشبختانه، پول هم داریم در میاریم. میدونی این دو نکته کاملا بس. ناوم بفرستیم آجی اینجا، یه 2 تا ناو بفرستم اونجا، اینجا هم رفت آمد زیاد است. اوکی منتظرم اینا درگیر بشن با هم، ولی درگیر نمیشن. نمیدونم چرا. احمقن. کسی حواسی ای وای ریختم تو یاروش رو اشتباه. می‌خواستم بریزم تو این حمال. اون حمال یه دفعه اومد جلو، ریختم تو اون حمال. این خوابید حاجی. من یارو دوست بشم. آخه همه درآمدم به فنا میره باش دوست شم. نمیجنگم ولی باش دوست میمونم فعلا. میتونی به من اعتماد کنی قول میدم. ولی دوستی نه. اون جاست فرند هم نباید باشیم. زنم ناراحت میشه. اون میسازیم و پیش میریم فعلا. این حزب الله به رنگ حزب الله نیست یارو خودش. چقدر منابع داشت دمش گرم. این یارو ریخت تو این یکی بدبخت. اوکی فعلا خوب دارم سود میکنم، مشکلی نی. یارو خیلی خفن شده جی. فعلا خونه بسازم. یارو خیلی قوی شده. بریزم تو این یارو سری. یارو اشکان. این چی آخه؟ اشکان اومدی یه چوسه جا اینا مهماتم درست کردی برای خودت. خوشحال. مردم دلغه کنه. خب باجی اینجا من ناو بفرستم عشق و حالا. فعلا وای سزار قوی بشیم. کاملا اینجا جاب هامون صفر بشه. اون یارو هنوز ضعیف مونده. میدونی چرا؟ بدبخت هیچ پولی به دست نیاورده. از مرزمو همچنان با یارو محکم کنم. اوکی. بنده میخوام هسته یارو فعلا جمع کنم از اینجا. زرده رو بکشم، این ناوا چپ این بره، اینم بکشم. خوبه پول دستمون اومد. وقتشه که اینجا یه ذره ناو بفرستیم. اینجا یه 4 تا ناو کافیه. اوکی بقیه‌شو خونه بسازیم، یا میتونیم نگاه یه شبیه خونی هم بزنم یه دفعه به این بر. میتونم پولم هم نگه دارم. پولم هم میتونم نگه دارم آجی. این میروی نزنه یه دفعه به این ناوا بره اینجا. خیلی اینجا خوب میشه. نظرم هر جور که شده بریزیم توی حمال بالا سر. این یارو تضعیف شده. بریزم تو این. اینم خودشو ضعیف کرد از اون ور. وی سرعت پیشروی آجی. ارگام منو زد. بذارم همینطوری بیای جلو خوشگل. ذره جای کلیدیشو بزنم. جا خونه زیاد داره. حمال همش هم اینجا. پولم یه ذره زیاد بشه. نشانش بدم. ناوام همه رو بفرستم این ور. یارم توقف تجارته. اوکی. توقف تجارت شده دیگه پول در نمیاد لامصب. یه هیدروژنی بزنم این 13 تا خونش بریزه ببینم چه گویی میخوره یارو. بالایمون هم بخوریمش. ناوا رو فرستادم این ور. کنترل اونجا رو به دست گرفتیم تقریبا. حمال جان حالا ببینم چه گویی میخوای بخوری. نرو جلو زیاد نرو. همچنان منتظریم پولمون بشه. 5 میل مشتاقانه 5 میل شد. وایسا اینا میشه یه جور زد. آره میشه. مشکلی هم میشه. بازی بدی با هم شروع کردی دیگه عزیزم. ببخشید من رو. 14 تا خونش میره. وایسا اینم چقدر ضعیف میشه. یه میزان خوبی ضعیف شده. اوکی است. ناوامونم بفرستیم بره کلا. بفرستیم اینجا. اینم یارو دوست میشه باها. من از اون بالا میخوام بزرگ بشه. خیلی خوبه. قدرتی بهش رسیدم. تو حمالم بزرگ شد دیگه. آن حمال هم بزرگ شد. این دنیا دست کیه فعلا؟ الان کجاش پرتراکمه خیلی بزنم. ریز میزنم آجی. گنده زدن رو به نظرم فعلا بی خیال شیم. یارو خیلی هم قوی تر نیست. برام یه ریزم بزنم اوکیه. این خونه هاش هرچی داره میزنم. که 2 تا خونه هم از اون برگیرمون اومد. خیلی هم عالی. پولم زیاد نداریم. پول داریم البته. تونم وایسم میروی بزنم بهش. نظرت آجی؟ تونم وایسم بهش میروی بزنم. من پولم بیشتر داره زیاد میشه. با محمد بزن بزنه. اصلا اومد بزنه آجی. پدافندم گرفت. ریدی جان الله. ببین رقابت سر اینه کی زودتر پولش میرسه. اینم با هیچ کی اتحاد نیست. خوبه گرفت این آبیه رو دهنش سرویس کرد. حالا آبیه هم از اون عقده داره. اوکی میرویو زدم. به یه دوستی به موقع باش کردم. این بالا رو رفتم کامل گرفتم. قدرتمون برابر شد. بذار پیامم بهش بدم. خوشو بش لذت ببر. خودش هم بدبخت میدونه قرارش بلایی سرش بیاد ولی نمیتونه ازش پیشگیری کنه. 16 تا یارو اینجا چیز داره. نمیدونم چرا نمیره بگیره این حمال. خیلی خوشحاله که مثلا داره ما رو میگیره. اوکی. بازی هوشمندانه ای کرده ولی تا حدودی بازیش هوشمندانه بود. یه ذره بازی منو خراب کرد. حالا بریزتم فدات چم. حالا بریز حمالوفسکی. حالا بریز دیگه فدات چم. چون نمیریزی تو؟ فعلا ازش قوی ترم باز. دیگه همین شروع میکنم خونه زدن آجی. دیگه پول جمع نمیکنم. الکی هر چی خونه داریم میگیریم میزنیم. اوکی مثلا اینجا داره خونه میسازه. خونه‌شو میزنه. اینجا لانچر داره. لانچرشو میزنه. پول اونم نمیرسه به میروی فعلا. ولی انتظار داشتم بمیره. یارو خیلی ساده نمرد. عجیبه. این یارو چرا زنده است؟ این حمال چرا زنده است؟ نمیشم ریخت تو. صدرا کینگ هم داره در خفا برای خودش قوی میشه. یه ذره پول بده به من. خب حمال ریختم باریکالله. در یک حرکت لاشیانه بریزم اینجا شو بگیرم. یارو ریدش که چرا انقدر ضعیف شده. یه شل کن علی پروین. یارو چی میگه حاجی؟ این یارو چی میگه؟ اینو بگیرم اول. اینم بذار خودشو تضعیف کنه. خوب حمال واقعی 4 تا خونه داره اینجا. برگام واسم نبوده. میگیرم حاجی. خوابید دیگه. خودش تسلیم شد خدا رو شد. ولی این آبیه هنوز تسلیم نشده حاجی. این صدرا کینگ هنوز بود. اون یارو تسلیم شد. این حمال تسلیم نشد. الهی کو ولی زیبا تونستم سرشو شیره بمالم و بخورمش. حالا دوستان بازی خیلی سختی بود.
بود. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. لایک و نزدید بزنید، دنبال نکردید بکنید، یه کامنت زیبا و خوشگلم برام بذارید، تو کانال بلمونم عضو بشید که عشق من. تا دیداری دیگرم بدرود، خدا نگهدار. بس است.